الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرانقدر، یکی از مواردی که شاید امروزه بسیار نادر و کمیاب باشد محبت به خاطر الله متعال هست. این که ما اگر با کسی دوستی داریم، محبت داریم، اگر کسی در قلب ما جا دارد، فقط و فقط به خاطر الله متعال باشد. و قطعا شما چنین مواردی رو تجربه هم کردید. چه بسا انسان‌هایی هستند در جامعه من و شما که نه از زیبایی ظاهری برخوردار هستند و نه مال و ثروتی رو الله متعال به اونها داده و چه بسا از جایگاه اجتماعی والایی هم برخوردار نیستند، اما باز هم مهر و محبتشون در قلب من و شما جا دارد. به خاطر این که این انسانها یک گوهر کمیابی رو در قلب خودشون دارند، با الله متعال در ارتباط هستند، محبت الله را در قلب خودشون دارند و بدین خاطر الله متعال محبت اونها را در قلوب من و شما انداخته. اون کسانی که به خاطر الله متعال هم دیگر را دوست می دارند، چون این افرادی از انسانهای ویژه هستند در درگاه الله متعال. روایتی هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند ان الله یقول یوم القیامه، الله متعال در روز قیامت اعلام میکند. این نشان از اختصاص و جایگاه ویژه‌ای و اختصاصی دارد برای آن کسانی که متحابون فی الله هستند، فقط و فقط به خاطر الله متعال با همدیگر محبت و دوستی دارند. میگوید الله متعال میفرماد این المتحابون بجلالی، اونهایی که به خاطر جلال من، به خاطر رضای من، به خاطر این که مورد مهر و انعام من قرار بگیرند همدیگر را دوست می داشتند. کجا هستند اون افراد؟ این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، امروز من آنها را زیر سایه خودم جا می دهم در روزی که هیچ سایه غیر از سایه من وجود ندارد. در روز قیامت که انسانهای مسلمان و به صورت کلی تمام انسانها سراسیمه هستند و دنبال پناهگاهی هستند و دنبال سایه هستند، در آن روز الله متعال اعلام می کند آنهایی که در دنیا به خاطر من همدیگر را دوست می داشتند، آنها جزو میهمانان ویژه من هستند و در زیر سایه من آنها جا دارند. در روایتی دیگر که در صحیح بخاری هست، حضرت انس رضی الله تعالی عنه اون رو نقل کرده برای ما، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لا یجد احد حلاوة الایمان حتی یحب المرء لا یحبه الا لله، کسی از شما حلاوت ایمان را، لذت ایمان و شیرینی ایمان را احساس نمی کند مگر این که وقتی که با کسی دوستی می کند و مهر و محبت می کند فقط و فقط به خاطر الله متعال باشد. آنهایی که مهر و محبتشون با دیگران و انتخاب دوستیشون بر اساس الله متعال باشد و به خاطر رضایت الله متعال باشد، آنها در واقع می توانند در دنیا شیرینی و حلاوت ایمان را درک بکنند و بچشند. این یک مورد. مورد دیگر، و اون کسی می تواند حلاوت ایمان را درک بکند و حتی ان یقذف فی النار احب الیه من ان یرجع الی الکفر، و اگر در آتش انداخته بشود و اگر سوزانده بشود برایش محبوبتر هست، پسندیده تر هست از این که به الله متعال کفر بکند. حاضر هست که در آتشی بیفتد اما هیچگاه به الله متعال کفر نورزد. بعد اذ انقذه الله تعالی،
بعد از این که الله متعال انسان مسلمان را از کفر نجات داده، برگشت به کفر برایش چنان ناپسند هست و چنان ناگوار هست که حاضر هست که در آتش بیفتد، اما به حالت قبلی و به اون کفرانی که قبلا داشته باز نگردد. و حتی یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما، و دیگر این که الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم را از تمام غیر الله، هر چیزی که غیر از الله و رسول هست، الله و رسول نزد اون محبوب تر بشوند. در روایتی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید من سره ان یجد طعم الایمان، همین مطلب را هر کسی که میخواهد و مشتاق این هست که طعم ایمان را، لذت ایمان را درک بکند، احساس بکند، من سره ان یجد طعم الایمان، هر کسی که میخواهد طعم و مذاق ایمان را بچشد، فلیحب المرء لا یحبه الا لله، پس بنابراین با هر کسی دوستی می کند فقط و فقط به خاطر الله متعال دوستی بکنم. آری بینندگان عزیز، اگر ما می خواهیم که با کسی محبت داشته باشیم، معیار محبت و دوستی ما نباید این باشد که چون که فلانی زیبا هست، قیافهش خوب هست، اندام زیبایی دارد، چون که فلانی ثروتمند هست، جایگاه مناسبی در جامعه دارد، منصب و مقام مناسبی دارد که ما از اون ذینفع باشیم، بر این اساس دوستی نکنید. این دوستی ها از بین خواهد رفت. دوستی که به خاطر الله متعال باشد، آن دوستی یک دوستی پایدار خواهد بود و نه تنها در دنیا بلکه در آخرت موجب رضایت الله متعال و نجات و رهایی من و شما از آتش جهنم خواهد بود. پس بنابراین بیاییم با کسانی که با الله دوست هستند دوست بشویم و دوستانمان را بر اساس محبت الله متعال انتخاب بکنیم و با کسانی که با الله متعال سر دشمنی داشتند محبت و دوستی نداشته باشیم. تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.